غذای تپ و صد روی فرکانس تاثیر داره. بله غذای گرم خوبه، گرم بهتره بیشتر. مغزتون رو باید گرم نگه دارید. بیماری ها از سردی و مغز سرد و اینا میاد. روی فرکانستون کار کنید دیگه. ببین روی فرکانستون کار کنید، یاد بگیرید که چطوری فرکانستون رو بیارید بالا، بیارید توی فرکانس بالاتر که حالتون خوب باشه دیگه. حالا باید زمین جدید شده، تغییرات اتفاق افتاده، بتونی کارهایی که دوست داری رو انجام بدی، زندگیتو خلق کنی، بری 4 تا کشور دیگه رو بگردی، مسافرت کنی، پول در بیاری. چند سال دیگه الان عمرا میره روی 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال قراره عمر کنی. حالا فقیر میخوای اینجا باشی یا میخوای از امکانات استفاده کنی. تکنولوژی ها اومده، اینا اتفاقایی که داره میفته. حالا چند سال دیگه اینا میاد بیرون، شما هم میبینی مریضی ها مثلا خوب میشه. حالا چیزهای پورتالای دیگه باز میشه، ممکنه از این بود بتونی بری توی بود دیگه یا بری جای دیگه، موجودات دیگه خودشونو معرفی میکنن. اینجوریه دیگه.